مثلا ازدواج میکنه میگه نمیخوام بچه دار بشم، برای چی؟ مثلا هیکلم خراب میشه. مرده‌شور هیکلتو ببره. اصلا یکی از کارکردهای ازدواج اینه باید مواظب هیکلت باش، ولی تو نمیتونی به خاطر که هیکلت خراب نشه. اینا که من میگم اینا رو من چون پرونده های خیلی از این دادگاه ها رو به مناسبتی بعضی دوستان ما رفتن بررسی کردن، جنبندیشو آوردن، من دیدم سر یه چیزای خنده‌داری طلاق ها شده. اگر بدونید میخفه میگه فیلم کمدی اصلا. اگه یک کسی دوربین ببره توی دادگاه ها یه بخشیش تراژدیه که آدم فقط باید بشینه گریه کنه، یه بخش بیشترش به خدا کمدیه. طلاق‌های احمقانه، دو تا احمق به جان هم افتادن، یا یکیشون احمقن یا هر دو، سر یه چیزایی. مثلا این که من میگم دیدن پرونده‌هایی که سر مسئله که مثلا میگه بچه بیاره 6 سال ازدواج کرده، میگه بچه بیاره، میگه هیکلم خراب میشه. هیکل برای کجا میخوای تو؟ اصلا برای قبر میخوای؟ مگه هیکل تو؟ هیکل تو یک بخشش کارکرد مهمش تو همین دنیای برای شوهرته، شوهرت هم برای زنشه، و یه بخشش برای فرزندتونه دیگه. هیکل برای کجا میخوای؟ برای آخرت هیکل میخوای؟ افراد این تعبیر ولود داره در روایات که خوشا زن فرزندآور که سالمه میتونه بیاره. بله یه وقتی ببینید یک خانواده برنامه‌ریزی کرده میگه الان اگه من بچه بیاریم این مشکلات پیش میاد، نمیتونیم، این خوبه، عیبی نداره، زمان بندی و محاسبه خوبه، اما برای اینکه طرف راحت باشه، سخت بهش نگذره، آقا مثلا 9 ماه آبستنی و 2 سالم مصیبتای بعدش و اینا 3 سال عمر بذارم برای چی؟ خود بر اساس خودخواهی و راحت طلبی اگر بخواد بکنه تو روایت باش برخورد شده.